این آتشکده یعنی داخلش آب عجیبا می‌کرده میشن. mana دودش بالا میرد. میخواید فیلم بگیرم ازتون؟ داریم میخواید از شما فیلم بگیرم؟ بریم فیلم بگیرم. همانا دکتر خودش رو معرفی نکرد. از من معرفی میکنم. بفرمایید. من دکتر طاهری تاجیک از تاجیکستان، قهرمان خلق داغستان. 75 سالم هست. مؤلف 70 کتاب و مؤلف 70 کتاب شما و 50 دارو دواها هستم. من 2000 مرده آدمی که وقتی میفهمم داخلش چاک کرده هستم. و حاضر من برنامه ساختم. اگر این برنامه آموزشی هست از مکتب یا تیم از بطن مادر یا تیمیگه آدم ها باید 100-150 سال اون بینید. داروی رقمی یک این آب هست. تکنولوژی نوشیدنی آب. اگر شما از خواب خستید حتما باید تا نیم لیتر آب نوشید. برای چی تا نیم لیتر؟ چونکه حرکت شما توالت میرید، حاجتخانه میرید، قریب نیم لیتر آب اخراج میشه. موروهای نفس خون غلط میشه. خون غلط شد نشست میشه. سختی مغزی، سختی قلبی میشه نمیشه. یک چیزی عادیقتی آدم ها حرکت 50 سال عمرش دارد. دومش حرکت کرده ایستادن. آب حرکت، دومی حرکت. دوم مشق‌های نفس هست. مثلا اساسی حیات هوا هست. من بینیختی نفس بگیرید. توی داشته میسته دهانتی میبرید. برآورده بینی مطلب. حدودی تا 1 دقیقه نفس میدارید. برقرار بشن. در دوره کووید کلام شخصاتی که به من مراجعت کردن یهو کس نفهمید. آدم‌ها از ترس مشق‌های نفس خیلی زیاد. بعد خنده خودی گرمان رو جدا میشد. خنده هم داروست انسان را تبابند میکنه. آدم شفا می‌یابد. وقتی بعد حرکت مهم رقص درمانی. من برنامه ساختم که هر هفته نه هر روز نه هر هفته نه هر ماه هر 3 ماه. و یکی از آنها حفظه کردم. حفظه کردن داخل انسان. بعد بینی اصول ناتوان بینی از بر بودن. رفتاری نیک، گفتاری نیک، پنداری نیک. سخن گر نیک باشد بس دوایی است و درد دل دوای بی‌بهای است. یک سخنی نادرست گوییدگی آدم بیمار میشه. سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخنهای روان است. ابوعلی بسیار در وقتش گفته بود علم طب 3 شاخه دارد. سخن، تیغ، گیاه. اگر ما اینو با مردم آموزونیم طبیعت حفظ کرده توانیم دوستی خلقهای حفظ کرده توانیم 100 سال 50 سال. شما